با نام یاد خدا، ماهان نیکنژاد هستم با جلسه 5 از دوره ترونس. تو این قسمت در واقع ما به ساخت گروه و یوزر قرار بپردازیم و نحوه عضو کردن یوزرها در گروه رو توضیح خواهیم داد. یه سری نکته ها من قبل اینکه شروع کنیم بگم. توی ترونس فقط حساب کاربری روت هست که میتونه در واقع به وب اینترفیس سرور ترونس متصل بشه و در صورتی که ترونستون متصل به اکتیو دایرکتوری باشه امکان استفاده از یوزرهای داخل اکتیو دایرکتوری توی ترونس وجود داره. یعنی شما به این صورت که ترونس خودشون به صورت LDAP با پروتکل LDAP متصل میکنید به اکتیو دایرکتوریتون و میتونید در واقع از یوزرهای اکتیوتون حالا به عنوان مثلا یک سری فرآیندها کارها از اون یوزرها استفاده کنید. ترونس به طور پیش‌فرض همه حالا کاربری داخلی رو هیدن کرده و برای مشاهده اون باید روی یه قسمتی داره که اونو شو بزنین میتونیم ببینیم. خب من وارد محیط ترونس بشم. برای ساخت یا حالا دیدن یوزرها و گروه‌هایی که وجود داره داخل قسمت اکانت میشیم. اینجا گروه‌ها و یوزرها هستن. من اول یوزرها رو باز میکنم. ببین اینجا من در حال حاضر یه یوزر بیشتر نمیبینم، فقط یوزر روت هستش. خب به صورت مشخصی که هستش بیلتینه، یعنی داخل خودش به وجود آورده. برای اینکه حالا سایر یوزرها رو من ببینم قسمت نوشته شو بیلتین یوزرز، یعنی یوزرهایی که حالا بیلتین هستن رو به صورت پیش‌فرض دیدنم. من شو میزنم، میبینید که نزدیک به 33 تا یوزر دیگه هم هستش، حالا بنا به دلایل مختلف مثلا ایجاد شدن. مثلا یوزرهای مختلفی از یوزر بین داره، یوزر باین داره، یوزر مخصوص FTP داره. اینا هر کدوم حالا یه سری UID های خاص خودشونو دارن، بس یه سری کارهایی که مربوط به خودشونه، یه سری فیچرهایی دارن. حالا عضو یه سری گروه هم هستن و یه سری دسترسی‌های مشخصی رو هم دارن. حالا من یه بار اینو میزنم. یوزر روت در واقع UIDش صفره. تنها یوزری که خب UIDش صفره این یوزره. ما میخوایم یه یوزر ایجاد کنیم. روی اد کلیک میکنیم. توی این قسمت یه سری موارد رو میبینیم دیگه. قسمت فول نیم خب یه نام دلخواهی رو میدیم برای اون که حالا یه شناسه‌ای باشه که مشخص کننده اون یوزر باشه و خب میبینید دیگه الان اینجا چیزی که ستاره میزنه یه حتما باید پر باشه. به عنوان مثال من میزنم کاربر مثلا ماهان. ببین حالا پیشنهادی خودش همچین چیزی رو داده. من میتونم نه اینو تغییرش بدم، یوزر نیممه، یعنی در واقع خب یه نام کاربری باید بدم دیگه، اون یوزر اصلیمون اینه. حالا اینجا ایمیل میتونم بهش بدم به عنوان مثال. این یه در واقع ایمیل نمونه هستش. پسورد رو حتما باید بهش بدید. یوزر شما حتما بایستی داره یک پسورد باشه. من یه پسوردی بهش میدم. تو قسمت کانفرم اینجا حتما باید همون پسورد رو مجدد وارد کنید و خب این قسمت تموم شد. تو قسمت آیدنتیفیکیشنش، تو قسمت یوزرز آیدی و گروپس اینجا شما یوزر آیدی اون یوزره که داریم میسازیم میدید. به صورت پیش‌فرض شما اولین یوزری که میخواین ایجاد کنید رو میاد با آیدی یوزر آیدی 1000 در نظر میگیره. شما مثلا اینو ساختید یوزر بعد میشه 1001. به همین ترتیب یوزراتون رو میتونید ایجاد کنید. حالا استفاده از آیدی های 1000 به بالاتر برای کاربرای غیر داخلی رو در واقع توصیه کرده خود ترونس و به طور خودکار هم حالا بر اساس حالا یوزری که میخوایم بسازیم اون یوزر آیدی ها رو در واقع اختصاص میده. به طور پیش‌فرض ترونس یه گروه اصلی دقیقاً همنام با اون یوزر نیم که ما داریم ایجاد میکنیم میسازه. یعنی اینجا رو میبینید نوشته نیو پرایمری گروپ. ببینید میگه یه گروه جدید ایجاد میکنه دقیقاً با همون اسم یکسانی که یوزر دادیم و اگه نخوایم مثلا حالا یوزر ما عضو اون گروه حالا عین هم اسم خودش باشه میتونیم تیکو برداریم رو یوزرهایی که وجود داره در اینجا یه گروه اصلی حتما باید بهش بدیم.
خب یعنی یه گروه اصلی پرایمری گروه باید بشیم. معمولا مثلا ویل میتونیم بدیم، میتونیم بین بدیم و غیره. شما مثلا حالا من تیک اینو میزنم یه یوزر اینه هم بذار روی آگزیلاری، شما میتونید سایر گروه ها رو هم عضو کنید. یعنی اینجوری نیست که دیگه حالا پرایمری باشه، اینجوری که شما میتونید در واقع عضو این گروه ها هم بکنید و از یه سری فیچرها استفاده کنید. خب ادامه میدیم دوستان. من یه مشکلی برام پیش اومد و مجبور شدم ویدیو رو پاس کنم و الان از ادامه اون قسمت در خدمتتون هستم. اومدیم توضیح دادیم که اینجا میتونیم گروه پرایمری رو در نظر بگیریم براش و یا اینکه اصلا گروه پرایمری رو تغییر بدیم. میتونیم عضو یه سری گروه های دیگه بکنیمش و دیدیم یه سایر گروه هایی که وجود داره، مثل گروه گیمز، گروه ویل، گروه ارزم بزرگم اپراتور، تی تی وای، میل، حالا SSHD و یه سری گروه های دیگه که دسته خاصی دارن. یعنی یه عالمه گروه هم وجود داره. تو قسمت دایرکتوری اند پرمیشنز در واقع اینجا شما میتونید محلیه که هوم دایرکتوری مربوط به اون یوزر رو میتونین ایجاد کنید. یعنی هنگام ایجاد اون کاربر مسیر دایرکتوری مربوط به هوم رو روی حالا قسمت استش نان اگزیست میتونید تنظیم کنید. یعنی تو همین حالت میتونید بذارید بمونه. در واقع برای تنظیم هوم دایرکتوری مسیر رو باید به صورت فایل بروزر اون رو تعیین کنید. یعنی مثلا اینجا میتونیم بیاریم مثلا توی MNT بندازیمش، مثلا تو هم حالت نان اگزیست بذاریم. من دوباره برگردم نان اگزیستنت قرار میدم رو هم حالت قبلی. میتونیم اینا رو قرار بدیم. همچنین در صورتی حالا اون دایرکتوری مربوط وجود داشته باشه و با نام کاربری ما مطابقت داشته باشه رو میتونیم به عنوان هوم دایرکتوری اون کاربر اصلی تنظیم کنیم. همچنین توی این قسمت اگه دقت کنیم میتونیم پرمیشن های مربوط به اون دایرکتوری رو تعریف کنیم که آقا توی اون دایرکتوری فقط یوزر مربوطه دسترسی رید، رایت و اکزیکیوت رو داره، یا گروه هایی که در واقع چیز هستن، گروه ها اصلا دسترسی دارن به اون پوشه یا نه، آدرس چجوری دسترسی داشته باشه. اینا رو هم میتونیم تنظیم کنیم. حساب های کاربری در واقع پیش‌فرض تورنت، یعنی همون یوزرهایی که از قبل وجود داره و دیدیمشون، امکان تغییر پرمیشن خودشون رو ندارن، ولی خب ما یوزرهای که خودمون میسازیم امکان تغییر پرمیشنشون رو داریم. تو قسمت اتنتیکیشن میتونیم با اختصاص کلید عمومی به کاربر برای احراز هویت اون تعیین کنیم. یعنی اگه از کلید عمومی استفاده کنیم میتونیم حالا به صورت SSH، یعنی دیگه نیازی نیست که شما حتما یوزر و پسورد ترونست رو بزنید کانکت بشید به اون سرور. در واقع این یکی از ویژگی‌های خیلی خوبیه که داره. تو اینجا میتونید SSH پابلیک کیشو دانلود کنید مربوط به اون یوزر رو و ازش استفاده کنید. به صورت فایل TXT هم هست و راحت میشه بازش کرد و اون محتواشو استفاده کرد. تو قسمت دیسیبل پسورد اگه این روی نو باشه، ببخشید اگه روی یس باشه، اگه روی یس باشه قسمت پسورد برای ما در دسترس نیست. یعنی اینجا رو یس رو بزنم اینجا غیر فعال میشه، یعنی این کاربر نمیتونه از پسورد استفاده کنه. خب ما معمولا روی نو میذاریم به لحاظ امنیتی خب بالاتره و میتونیم که امنیت خودمون تأمین کنیم. حتی وقتی یس رو میزنی یه سری آپشن هم این پایین مثل لاک یوزر و پرمیت سودو اگه اشتباه نکنم بله میره، یعنی اینا رو دیگه از ما میگیره چون پرمیت سودو و لاک یوزر نیازمند پسوردی هستن. به عنوان مثال غیر فعال کردن یوزر، غیر فعال کردن رمز از اعتبار سنجی برای ورود به صورت SMB هم جلوگیری میکنه و یا از یک سشن باز SSH هم جلوگیری میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه ما اینو یس بذاریم بحثای اتنتیکیشن SMB مون، یعنی مثلا به صورت SMB بخوایم وصلیم به اون رو قطع میکنه یا اصلا وصل نمیذاره باشیم، یا اگه به صورت SSH ما زده باشیم به سرور تورنست در واقع سشن ما رو جلوگیری میکنه. به صورت پیش‌فرض روی نوعه و شما هم بذارید رو همون نوع بمونه.
تو قسمت شل میتونین یه پوسته خاصی رو برای حالا اون یوزر در نظر بگیرید. به صورت پیش‌فرض حالا شل هست، روی شل SH هستش، میتونید شما CSH بذارید، ZSH مثلا برای خود کاربر روت ZSH هستش. اینو میتونید به دلخواه انتخاب کنید و استفاده کنید. قسمت لاک یوزر باعث میشه خب حساب کاربرتون غیر فعال شه. یعنی شما میخواید یه یوزری رو لاکش کنید، از اینجا میتونید فعال و غیر فعالش کنید. پرمیت سودو هم در واقع به کاربر، حساب کاربر شما، به اون یوزر شما این اجازه رو میده تا با استفاده از دستور سودو به عنوان ادمین سیستم عمل کنه. یعنی شما میتونید اگه تیکه این گزینه رو فعال کنید، یعنی یه نیازی نیست مثلا بیاد چیز کنید، یعنی میتونید بزنید سودو مثلا یه دستوری، اون دستور رو با سطح دسترسی روت برای شما اجرا میکنه. پرمیت سودو این قابلیت رو بهتون میده. برای امنیت بیشتر پیشنهاد شده این گزینه رو فعال نکنید. و حالا مسئله که هستش، اگه حساب کاربری با استفاده از یک کلاینت ویندوز 8 به بعد بخواد داده‌های تورنس دسترسی داشته باشه، این گزینه در واقع این امکان رو میده که روش احراز هویت اضافی موجود از اون OS ها رو فعال کنید. یعنی اگه شما مثلا این گزینه رو بزنید، قابلیت این رو میده به کلاینت های ویندوز 8 به بعد که بتونن روی داده های تورنس حالا به صورت شیرینگ استفاده کنن از اون. قسمت سامبا اتنتیکیشن هم که به صورت پیش‌فرض فعاله و به کاربران این امکان میده با استفاده از اعتبار سنجی حال یوزرهای فعلی به داده های شیر شده از نوع SMB دسترسی داشته باشه. یعنی شما فرض کنید یه قسمت شیر ایجاد کردید و به صورت SMB این امکان برای یوزر شما وجود داره که بتونید به اون شیر دسترسی پیدا کنید. خب حالا ما این همه توضیحاتی که دادیم، بیایم این یوزر رو ایجاد کنیم. به عنوان مثال من حالا یوزرم رو ساختم، نام و کاربری و اینام دادم و سابمیت میکنم. ببین یوزر ما ایجاد شد. یوزر ماهان بیلتینه میگه نه. اینجا میشه اطلاعات به ما میده، مثلا نان اگزیستنت میده برای هوم دایرکتوری، شلمون رو گفته، پسورد دیسیبل که همون رو گفتیم نه، و یه سری موارد دیگه. حالا وارد قسمت گروپس میشیم. اینجا هم دقیقا به مانند یوزرها یک سریش گروه های زیادی هستن که هیدن و بیلتین هستن. همونطور که ملاحظه میکنی گروه ماهان رو خودش ساخت. یعنی پرایمری گروه من الان من اگه بیام اینجا میتونم ممبراشو ببینم. حالا در خصوص ممبر اضافه کردم توضیح میدم. تنها یه ممبر داره و اون هم ممبر ماهان هستش. روی اد کلیک میکنم برای ساخت در واقع گروه. اینجا به شما یه جی آی دی داده. در واقع حالا قبل از اینکه جی آی دی رو توضیح بدم، استفاده از گروه ها تو تورنر یه روش کارآمدیه برای مدیریت پرمیشن های بسیاری از حساب های کاربری و در واقع تو این محیط جی آی به این امکان رو میده در واقع به شما گروه های به سبک یونیکسی رو مدیریت کنید. اگه تو شبکه حالا یه اکتیو دایرکتوری هم داشته باشید، میتونید اطلاعات حساب موجود رو با استفاده از دستورالعمل‌های موجود تو اکتیو دایرکتوری وارد کنید. یعنی شما میتونید از گروه‌های داخل اکتیو دایرکتوری هم استفاده کنید. مانند حالا توضیح دادم این قسمت‌ها رو که یه سری یوزرها هستن. بذار من این مجدد بیارم این قسمت‌ها. گروه‌ها رو یه بار دیگه ببینید. اینجا حالا گروهایی که عضو میتونید بشید، این کاربرتون رو عضو کنید، اینجا میبینید دیگه. مثلا گروه ویل هست که فکر کنم یوزر روت، اگه اشتباه نکنم عضو این گروه، بله عضو این گروه هست. گروه ویل دسته خیلی خوبی داره در واقع توی تورونه است، دسته خیلی خوبی داره. من مجدد اد رو میزنم. قسمت جی آی دی اینجوری بگم بهتره. هر گروه یک شناسه گروه یا به قول گفتن یه جی آی دی داره که حالا اون عدد بالای 1000 برای گروه ها و با حالا حساب کاربری ایجاد میشه. حالا مثلا دیدید گروه ماهان رو با یوزر ماهان و جی آی دی 1000 بهش داد، ولی الان من یه گروهی که بخوام بسازم جی آی دی 1001 رو بهش در واقع اختصاص میده.
حالا گروهایی هم که توسط سرویس های سیستمی استفاده میشن باید شناسایی داشته باشن که با شماره پورت پیش‌فرض استفاده شده توسط اون سرویس ها مطابقت داشته باشن. حالا تو قسمت نیم من یه اسمم میدم، مثلا گروه آیتی، یه نیمم بهش میدم. و یه نکته که هسته، شما نمیتونید گروه ها رو با خط فاصله شروع کنید و حاوی حالا فاصله و ویرگول و به اضافه یه سری علائم هستی. حالا شما اگه اشتباه بله اینجا میتونید ببینید شامل یه سری موارد هست که از اینا نباید استفاده کنید تو کاراکتراتون. و حتی اینجا هم گفته شما نمیتونید از فاصله برای شروع اون اسم گروهتون استفاده کنید. قسمت پرمیت سودو هم در واقع به صورت پیش‌فرض خب غیر فعال هست. تنظیم اون یعنی تیک اگه بزنید شما به اعضای اون گروه اجازه میده تا با استفاده از سودو به عنوان حساب اصلی عمل کنن، یعنی سطح دسترسی روت رو پیدا میکنن، یعنی بخوان استفاده کنن. برای امنیت بهتر پرمیت سودو رو غیر فعال میکنیم. قسمت سام اتنتیکیشن هم مثل قسمت یوزرها دقیقا به طور پیش‌فرض تیک خورده و به اعضای اون گروه اجازه میده تا از پرمیشن های SMB و احراز هویت استفاده کنه. و در نهایت گزینه allow duplicate GIDs این امکان میده که شناسه گروه یا همون GID رو داپلیکیت کنیم، اما ممکن است که پیکربندی سیستم رو پیچیده کنه. بهتر از این کار خودداری کنیم تا از اشکالات به وجود اومده تو آینده هم جلوگیری کنیم، یعنی سعی کنید از این گزینه اصلا استفاده نکنید. حالا من این کاربرا رو میسازم، این گروه رو میسازم، این گروه رو میسازم و سرچش میکنم آیتی. ببین اینجا میتونید مجدد ادیت کنید، میتونید دیلیت کنید و اعضا به اون اضافه کنید. به عنوان مثال من ماهان رو اگه بتونم، ماهان فکرم آخره، بله ماهان رو اضافه میکنم و سیوش میکنم. به همین راحتی میتونید عضو کنید و حتی میتونید به صورت اینجوری هم، بذار من بیارم یک بار دیگه، شما حتی میتونید گروه ها رو هم، حالا اگه بگذاره البته یوزرات، شما میتونید چند تا یوزر دیگر رو هم بگیرید و داخل این بندازید و حالا میتونید سیو کنید، هیچ مشکلی پیش نمیاد، یعنی قابلیت انتخاب چند تا رو هم به شما میده. خب دوستان من این جلسه رو به اتمام میرسونم و امیدوارم که حتما تمرین کنید این مواردی که گفته میشه، تست کنید. تو جلسه آینده به سراغ قسمت سیستم میریم، یعنی در واقع این قسمت حالا یکی دو تا منو اینجا رو بررسی میکنیم و توضیحاتی در خصوص اون به شما خواهیم داد. ممنون از شما که وقتتون رو گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین. خدایا رو نگهدارتون.